لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ الله تعالی از اولین تا آخرین نفر را در روز قیامت جمع می کند و نفخ اول در صور دمیده شد و مرده هایی که بر اثر بیهوشی نفخ صور مردند بر حال خود باقی می ماندند، اما اصحاب قبور در حالی که در قبر خود هستند آسمان شروع به باریدنی می کند که اجساد بندگان از آن شروع به رشد می کنند و الله تعالی احوال مردم را هنگامی که بار دوم در صور دمیده می شود را توصیف نمود. و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آنها که او بخواهد بیهوش می شوند و بار دیگر دمیده می شود. این دمیدن دوم است. ناگهان از جا برمی خیزند و می نگرند و می گویند وای بر ما. چه کسی ما را از خوابگاه هایمان برانگیخت؟ این همان وعده خدای رحمان است و پیامبران راست گفته بودند. مردم بر انواع مختلف برمیخیزند، اما کسی که رباخوار است، الله تعالی در مورد او فرمود کسی که ربا میخورد از قبر بر نمیخیزد مگر، یعنی به هنگام دمیدن در صور، جز مانند کسی که شیطان او را دیوانه کند، همانند کسی که سر دارد و گاهی میافتد و گاهی برمیخیزد، همانند کسی که دست و پا و دهان خود را به شکلی حرکت می‌دهد که نمی‌تواند خود را کنترل کند. کسانی که ربا را در خرید و فروش خود خوردند و کسانی که از حاجت‌های ضعیفان سوء استفاده می‌کردند، پس هنگامی که انسان فقیر و ضعیف و مسکینی نزد او برود که از او مالی قرض بگیرد که برای پسر خود دوایی بخرد یا قرض خود را بدهد یا اجاره خانه خود را بدهد یا ممکن است پسری داشته باشد که در دانشگاه یا دبیرستان یا غیره درس بخواند، پس او به لوازمی نیاز دارد چرا که فقیر است. پس به او لوازم تحصیلش را به خاطر تقرب به درگاه الله تعالی قرض حسنه نمیدهد، با اینکه پیامبر ما فرمود هر کسی که درهمی را 2 بار به قرض بدهد انگار که به یک باره با آن صدقه داده است. هنگامی که تو به یک مسلمانی کمک می‌کنی و به او قرض حسنه می‌دهی با 100 تا یا 200 تا، انگاری که با نصف آن صدقه دادی، انگاری که آن را صدقه دادی، با اینکه او به تو برمیگرداند. اما کسانی که از اوضاع مردم سوء استفاده می‌کنند و از آنان ربا می‌خورند بر نخیزند جز مانند کسی که شیطان او را دیوانه کند. یکسان است خواه ربا دهنده باشد یا آنکه ربا خورنده باشد. مثلا کسی که به پیش بانک ها می رود و از آنها با ربا قرض می گیرد بدون در نظر گرفتن آنچه الله تعالی در مورد تحریم آن قرار گذاشته. ای مؤمنین از خدا بترسید و اگر ایمان دارید آنچه از ربا باقی مانده واگذارید، پس اگر رها نکردید اعلام کنید که به جنگی از خدا و رسول خدا رفتید. یعنی عمل شما اعلام جنگ به خدا و رسول خداست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الله خورنده ربا را لعنت کند و دهنده آن را، کسی که ربا را به غیر خود می‌دهد، و کاتب آن، او کارمندی است که قرارداد را برایتان می‌نویسد یا معامله را برایتان انجام می‌دهد یا به نزد شرکت‌ها می‌رود تا بر کارمندان قراردادهایی را عرضه کند تا ربا بخورند. فرمود الله لعنت کند رباخوار و ربا دهنده را و نویسنده ربا را و 2 شاهد آن را. هر کسی که ربا را توثیق کند، حال شرکت باشد یا کارمند باشد، که آن را در کامپیوتر بنویسد، سپس آن را توثیق کند و بر روی آن مهر میزند و به وکیل عرضه می کند، هر کسی که به ربا ارتباط داشته باشد از جا بر نخیزد جز مانند کسی که شیطان او را دیوانه کند.
پس اگر رها نکردید اعلام کنید به جنگی از خدا و رسول. یقین داشته باشید که خدا و رسولش با شما جنگ خواهند کرد. این وصف الله تعالی برای رباخوار است در روز قیامت. مورچه محشور می شوند که مردم بر آنها پای می نهند. کسی که به خاطر اموالش بر مردم تکبر می کند، یا متکبر به خاطر قوی بودن جسمش، یا متکبر است به خاطر بالا بودن اصل و نسب خود، یا متکبر است به خاطر زیبایی خود، یا متکبر است به خاطر زیاد بودن فرزندان خود، و هر کسی که متکبر بود و خود را بالاتر از دیگران ببیند و در برابر آنها تواضع نشان نداد، در روز قیامت هنگامی که مردم محشور می شوند، او همانند مورچه‌ای کوچک محشور می شود که مردم با پای خود بر او قدم می گذارند. بعضی از مردم ممکن است که در مسجد نماز نخوانند، همان گونه که از حجاج ابن ارطعه و غیره نقل شده. هنگامی که از او سوال می شود که برای چه در مسجد نماز نمی خوانی؟ می گوید که به جانب آهنگر و نجار و چوپان نماز بخوانم تکبر می کند از اینکه در پیشگاه الله سجده کند و در کنار او این اشخاص حضور داشته باشند. متکبران همانند مورچه‌ای محشور می شوند. انسانی که ممکن است دست خود را برای سلام دادن به بعضی مردم دراز نکند یا اینکه با مردم برای غذا خوردن ننشیند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متواضع بود و بر روی زمین می نشست و با دست خود غذا می خورد و می فرمود من بنده الله هستم، همان گونه که بنده غذا می خورد غذا می خورم و همان گونه که بنده می نشیند منم می نشینم. و هنگامی که روزی مردی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد، از او خجالت می کشید. پس پیامبر فرمود عجله نکن، فرمود آرام باش، همانا من فرزند زنی عادی هستم که گوشت خشک می خورد و در بهترین جایگاه ها و در بزرگترین مقام ها که ممکن است به قلب انسان چیزی از تکبر وارد شود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر متواضع می شد. سلام و صلوات الله بر او باد به صورت فاتح وارد مکه شد. پس هنگامی که در فتح آن بود، صحابی میگویند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سرش را به پایین انداخت در حالی که او بر شترش سوار بود، تواضعی در برابر الله، طوری که نزدیک بود پیشانیش به گردن رحل بچسبد. رحل 2 چوب در جلو و عقب خود دارد که مقداری بلند است. پس پیامبر سر خود را جهت تواضع برای الله تعالی پایین انداخته بود. بعضی از متکبران به مردم سلام نمی‌کنند. متکبران در روز قیامت، هر کسی که از سلام دادن به دیگران تکبر کند، کسی که از جواب سلام دادن دیگران تکبر کند، ممکن است که از دست دادن به آنها تکبر کند، از کنار انسان ضعیف و مسکین می‌گذرد، از کارگر ضعیفی راه را جارو می‌کند و بعضی اوقات ممکن است که مدیر بزرگی باشد که بعضی از مراجعین از کنار او می‌گذرند، پس بدش می‌آید که دست خود را به سوی آنها دراز کند، ولی در رو درواسی می‌افتد و دستش را دراز می‌کند. یا ممکن است کسی بر مسئولین بزرگ سلام کنه ولی در بین آنها مردم ضعیفی باشه، پس از دور میگوید سلام علیکم. به آنها مصافحه کن. اگر مسلمان با برادر مسلمان مصافحه کند و هم صحبت شود، گناهانش پاک می شود. برای چه با کسانی که عالی مقام هستند مصافحه کردی و این فرد ضعیف را ترک کردی؟ همانا ممکن است که تکبر مانع او شد. اگر این مردم از قبور خود برخاستند و در صور دمیده شد، متکبران همانند مورچه محشور می شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم احوال مردم را به هنگام برخاستن از قبور خیش توصیف نمود. ابو هریره رضای الله بر او باد گفت هنگامی که از احوال مردم خبر داد، فرمود که 40 تا صبر می کنند تا آنکه الله تعالی بر بندگان خود قضاوت کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که همانا بین دمیدن اول در صور و دمیدن دوم در صور 40 تا وجود دارد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبیین نکرد که منظور 40 سال است یا 40 ماه یا 40 هفته. الله تعالی با آن عالم تر است. اما اگر برای بار دوم در صور دمیده شود و سپس مردم از قبور خود برخاستند، همانا آنان نیز مدتی را منتظر میمانند تا اینکه الله تعالی با جلال و کرم و بلند مرتبگی و بزرگی خود بیاید و بین بندگان خود قضاوت را تمام کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که متکبران همانند مورچه محشور می شوند و سلام و صلوات الله بر او باد فرمود هیچ فرد مجروحی نیست که در راه الله مجروح شود مگر اینکه در روز قیامت می آید در حالی که زخم او از خون منفجر می شود
و در روایتی دیگر فرمود خون فواره می کند. رنگ آن رنگ خون و بوی آن بوی مشک است. فرمود هیچ مجروحی نیست، یعنی هیچ مجاهدی در راه الله وجود ندارد که مجروح شود در حالی که او پرچم الله را بلند کند. خانواده و اموال و فرزندان خود را ترک کرده و وطن خود را ترک کرده و خارج شده باشد برای آنکه پرچم دین را بالا ببرد، برای دفاع از اسلام. در نیت او قصد ریا و آوازه و شهرت نبود، همانا نیت او خالصانه برای الله بود. به همین جهت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الله به آن کس که در راه او مجروح می شود داناتر است. شخصی از پیامبر سوال کرد: مردی از روی شجاعت پیکار می کند و مردی از روی عصبیت پیکار می کند و مردی پیکار می کند تا جایگاهش شناخته شود. یعنی دوست دارد ماجراجویی کند، میاد ضربه میزند و پیکار می کند، یا اینکه به خاطر تعصب پیکار می کند، به جهت تعصب بر قوم خود پیکار می کند. نمیخواهد که اینها بر قوم او غلبه کنند، یعنی او به خاطر سرزمین یا عرب بودن یا فلان و فلان پیکار می کند. فرمود مردی پیکار می کند تا اینکه جایگاهش شناخته شود. پیکار می کند برای اینکه گفته شود فلانی پیکار کرد، فلانی انجام داد، فلانی ساخت، فلانی شجاع است. گفت ای رسول الله، کدام یک از آن در راه الله است؟ کدام یک از این سه نوع پاداش این است که در راه الله است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه این انواع را ترک کرد و گفت هر آن که پیکار کند تا کلمه الله کلمه والا باشد، او در راه الله است. و به جهت شجاعت، به جهت عصبیت یا به خاطر اینکه جایگاهت شناخته شود، برای اینکه اسمت ذکر شود، برای اینکه مشهور شوی، یا برای اینکه عکس‌های در شبکه‌ها و روزنامه‌ها و شبکه‌های اینترنت بیرون بیاد، تا اینکه عکس در خیابون‌ها آویزون بشه، هر کسی که نبرد او برای غیر الله باشد، ثواب او از بین می‌رود. به همین جهت سلام و صلوات الله بر او باد فرمود: مردی که در نبرد مجروح می‌شود در راه الله، در جهاد حقیقی و صحیح و در زیر پرچم صحیح و سالم که موافق کتاب و سنت باشد، این نباشد که هر کسی پرچمی بلند کند و بگوید من در راه الله جهاد می کنم. بایستی به راه او نگاه کرد، به اینکه موافق کتاب و سنت باشد. به خاطر چه نبرد می کنی و برای چه خود را فدا می کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و الله به کسی که در راه او مجروح می شود داناتر است. این چه حالی دارد؟ هنگامی که مردم مشهور می شوند، رباخوار با سر مشهور می شود و متکبران همانند مورچه مشهور شدند و همه انواع مردم مشهور شدند. این می آید در حالی که خون از زخم او مانند رودی جاری است. رنگ آن رنگ خون و بوی آن بوی مشک است. این از کسانی است که در روز قیامت در پیشگاه الله محشور می شود. و از دیگر انواع زن نوحه خان است. او زنی است که بر مصیبت صبر نداشته باشد. اگر کسی از نزدیکانش بمیرد، با تمام صدای خود داد میزند و فریاد میکند و ممکن است که لباس خود را پاره کند و ممکن است که سر خود را بتراشد. این زنی است که بر مصیبت صبر ندارد و نوحه میخواند و بر مقدرات الهی اعتراض میکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: اگر زن نوحه خان قبل از مرگ خود توبه نکند، در روز قیامت او را بلند میکنند و در روایتی در روز قیامت مبعوث میشود، در حالی که بر روی او جامه‌ای از مس گداخته شده و زرهی آتشین است. گفته شد که این در مورد همه نوحه خان هاست و گفته می شود که در مورد نائحه‌ای است که این شغل او باشد. در گذشته هنگامی که کسی از آنها می مرد، نوحه خان‌هایی را می آوردند که با پول اجیر می شدند و می‌گذاشتند که گریه کنند و با صدای بلند جیغ بزنند و آنگاه به مردم بفهمانند که همانا این مرده مقام بزرگ و منزلت بلندی داشت و در نتیجه این نائحه مستأجر است. پس اگر آن را کرایه بگیرند و این کار او باشد، اگر قبل از مرگش توبه نکند، این حال و روز او در روز قیامت است. ممکن است بعضی از مردم در وضع و حال خوبی باشند، ولی او در این حال است. از آن به الله پناه میبرم. مردم در روز قیامت بر احوال مختلفی هستند. بعضی از آنها متکبرند، بعضی رباخوار و بعضی نوحه خان. بعضی از آنها مجاهد در راه الله و بعضی از آنها مانع زکات هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که هیچ صاحب گنجی نیست که زکات آن را ندهد،
مردی اموال را جمع می کند، در سرزمین خود حسابی دارد و حسابی دیگر در سرزمین دیگر و حساب سوم و چهارم و اموال را جمع می کند و در حالی که سالها یکی بعد از دیگری می گذرند و او فقرا و مساکین و ایتام و بیوه ها و مسافران نیازمند و نیازمندان را می بیند، با این حال هیچ روزی با خود نمی گوید که زکات خود را حساب کنم و آن را برای الله بپردازم. سلام و صلوات الله بر او باد می فرماید: هیچ صاحب ثروتی نیست که حق مالش را ادا نکند، مگر اینکه وقتی روز قیامت فرا رسد به شکل ماری نر و پر از سم در می آید و پشت سر او می دود و می گوید که من گنج تو هستم، من اموال تو هستم. و در روایتی سلام و صلوات الله بر او باد می فرماید: هیچ صاحب طلا و نقره‌ای نیست که حق آن را ادا نکند مگر اینکه در روز قیامت به صورت صفحه هایی از آتش درست می شود و با آن پیشانی و پهلو و پشتش سوزانده می شود تا وقتی که بین بندگان قضاوت تمام شود. و این مصداق قول الله تعالی است هنگامی که کسانی را ذکر کرد که انفاق نمی کنند و زکات اموال خود را نمی دهند. فرمود روزی که در دوزخ آتش گرم و برافروخته شود بر آن گنج، پس پیشانی ها و پهلوها و پشتهایشان به آن داغ کرده شود و گفته شود که این است آنچه نهفتید. و سلام و صلوات الله بر او باد هنگامی که او در مورد احوال کسی که گوسفند و شتر و گاو داشته باشد و حق آن را ادا نمی کند فرمود: هیچ صاحب گوسفند و شتر و گاوی نیست که حق آن را ادا نکند. بر 4 پایان زکات وجود دارد. بایستی به زکات شتر و گوسفند و گاو نگاه کنیم و آن نیز انواع مختلفی دارد. یعنی اگر صائمه بود یا خود به چرا می رفت یا اینکه او کسی است که به آن طعام می دهد، و آن نیز انواع مختلفی دارد. یعنی اگر صائبه یعنی خود دام به چرا می رفت یا صاحبش به آن علوفه می داد، اینها انواع مختلفی هستند. همچنین اگر دام برای تجارت پروار می شود یا اینکه آن را برای شیر گرفتن و زاد و ولد نگه بدارد، پس انواع زیادی دارد. ولی بدان که اگر بر تو زکات واجب شد مسئول هستی، مگر اینکه در روز قیامت او را در زمین صافی میخوابانند در حالی که 4 پا در بهترین شکل خود است. یعنی چاق است و بزرگترین شاخها را دارد. سپس می آید و او را زیر می گیرد و شاخ می زند و این حال کسی است که زکات خود را پرداخت نکند. به همین جهت تعدادی از مردم امروز دارای فروشگاه‌های تجاری هستند و به آن توجهی نمی کنند. تعدادی از آنها مغازه‌های طلا و نقره فروشی دارند، یا اینکه نمایشگاه ماشین دارند، یا اینکه شرکت‌های بزرگ دارند. زمین‌هایی دارند که مالک آن هستند و آپارتمان‌هایی دارند که اجاره دادند، کارخانه دارند، نانوایی دارند، اموالی دارند که آن را نگه می‌دارند. هر کسی که مالی داشته باشد که در آن زکات باشد، شرعاً بر او واجب است که زکات آن را پرداخت کند تا اینکه در روز قیامت از امثال اینها نباشد. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را از احوال مردم در این مورد با خبر ساخت و سلام و صلوات الله بر او باد همه این اقوال را با این قول مختصر کرد: هر کدام از شما بر آنچه که از دنیا رفت مبعوث می‌شوید. هر کسی که از دنیا رفت و اهل نماز بود، اهل نماز مبعوث می‌شود. هر کسی که از دنیا برود و اهل روزه باشد، اهل روزه مبعوث می‌شود. هر کسی که از دنیا برود در حالی که صدقه میداد، او از اهل صدقه است، این چنین مبعوث می شود. هر کسی که پناه بر الله مست یا معتاد یا بر فعل فاحشه مرد، هر کسی که در هر حالی بمیرد هنگامی که مبعوث می شود در همان حال باقی می ماند. از الله تعالی تقاضا می کنیم که به ما حسن خاتمه بدهد و خیر نصیب ما کند و ایستادنمان در پیشگاهش را نیک گرداند. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل
راح منها بغير القطن والكفن. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائن